پولی که حلال نیست 2.5 میلیون هم با واسطه ریبا و پرسنت و همینقدر پول جمع کردند و پرسیدند که آیا زکات از این پول دهم یا نه و یا چگونه باید که حل کنند این گونه مشکلی را. اگر 2.5 میلیون پول همش پول حرام باشد از وی نه فقط زکات و پوره خلاص خوردنشان لازم است، همش را صدقه کردنشان در کار است به آن جاهایی که به منفعت عمومی مسلمان ها باشد، خیر کرده میشد، از آن خلاص خورده میشد. یعنی که از وی زکات الله تعالی میگه که ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، از پول حرام نفقه کردن را عزم نکنید، قصد نکنید، نیت نکنید. ان الله تعالی طیب ولا یقبل الا طیبا، الله تعالی پاک است و فقط پاک را قبول میکند. از پول حرام زکات نمیتید، پول حرام تخلص میخورید، یعنی از وی پول خلاص میخورید. اگر این 2.5 میلیون فرض کردیم که همش پول حرام باشد، همش باید از بهرش برآیند. دو به این نه زکات پوره میدهند، همش را 100% از وی خلاص میخورند. اما اگر نصفش گویا پول حلال در داخلش باشد چیکار کنند؟ پول حلالش را جدا کنند، جدا کرده پول حرامش را خلاص خورند، از پول حلالش زکات دهند. والله تعالی اعلم. الله جزای خیرتون دهد و امید میکنیم، دعا میکنیم که الله تعالی نگه دارد از همین گونه جنگ کردن با الله و یا که جنگ اعلان کردن با ریبا گرفتن و الله تعالی در پناه نگه دارد.